سلام، شب همگی به خیر. خسته نباشید از کار روزانه امروز و حرفایی که شنیدید. امیدوارم امروز حرفای قشنگ شنیده باشید و اگه اذیت شدید، ناراحت شدید از حرفی، سخنی، اتفاقی که زود فراموش کنید، چون در نهایت خودتون که اذیت میشید. خواستم در مورد بازی امروز، بازی که دربی پرسپولیس و استقلال صحبت کنم. اون حس و حالی که داشتم و واسهتون تعریف کنم و با شما اشتراک بذارم. امروز که بازی شروع شد، ما هم که مثل همیشه آماده شروع بازی بودیم و بازی شروع شد و نگاه کردیم. من حس اینو داشتم که پرسپولیس امروز بباز نیست، اگم نبره نمیبازه. اصلا میدون، اصلا یه انگار بهم الهام شده بود این قضیه که پرسپولیس بباز نیست، اگم نبره نمیبازه، نهایت بازی مساوی میشه. بعد از اون برم که تراکتور امتیاز از دست داده بود. به خاطر همینم بازی امروز خیلی جدا از دربی بودن و بردن استقلال این بود که اگه میبردم 3 امتیاز میگیره و به کورس قهرمانی برمیگشت و که خدا رو شکر پرسپولیس برد و 2 دفعه به کورس قهرمانی برگشت و یکم مدعیان شد. بعد بازی که شروع شد داشتیم نگاه میکردیم و 2 دفعه باز هم مثل همیشه کاپیتان تیم امید علیشاه که اصلا تو آماراش هم همینطوره، تو 17 سالی که تو واسه پرسپولیس بازی کرده امید علیشاه تا حالا نباخته دربی رو. خدا رو شکر 2 دفعه این آمار رو امروز هم حفظ کرد. یه پاس بسیار زیبا فرستاد واسه علیپور که امروز یکی از بهترین روزهای آقای علیپور بود. دمش گرم، پنالتی رو گرفت. حالا داستانایی که سر پنالتی پیش اومده، این صحبت‌ها که بماند، که گل زدیم و یکیش افتادیم جلو. بعد که رفتیم رختکن استراحت، بازی شروع شد. نمیدونم یه دفعه من دیدم استاد خیابانی برگشت گفت گل به خودی. گفتم خدایا گل به خودی چی؟ کی زد به خودمون گل؟ نگو بابا، استاد خیابانی دفعه استاد بازیش گل کرد و از اون حرفای تاریخی زده. نه بابا سناسی، نه چه گل به خودی. آقای فرجی خوب دفاع نکرد و بازیکن استقلال کوشکی با اون قد کوتاش گل زد، در صورتی که آقای فرجی باید جلوی یار وایسته و از اصول دفاعی فراموش میکنه آقای فرجی. به خاطر همینم کشیدش بیرون آقای کارتا. بعد از همه مهمتر اشتباه آقای خیابانی بود، استاد خیابانی، که گل به خودی گفت و 1-1 شد. و با در ادامه بازی و جایی بود، زمانی بود که 2 دفعه استادیوم رفت رو هوا با پاس زیبای سروش به اون قشنگی و پاس داد و قدر اون پاس زیبا رو آقای علیپور دونست و با یک ضربه نهایی قشنگ پرچم پرسپولیس رو برد بالا و شمشیر اسلام رو در زمین کفر به زمین زد و پرسپولیس رفت جلو. و ناگفته نماند باز هم نقش کاپیتان امید علیشاه اینجا یادمون نره که اون خطا رو آقای علیشاه گرفت و گل زدیم و 2-1 افتادیم جلو و استقلال هر کاری کرد، هر زوری که زد، نتونست به پرسپولیس گل بزنه که خدا رو شکر 2 دفعه ما بردیم و شد 8 ساله که استقلالی‌ها نتونستن تو لیگ ما رو ببرن. تو حذفی تونستن با فراد مجیدشون ما رو ببرن، ولی تو لیگ الان حدود 8 ساله که نتونستن ما رو ببرن و ما دوباره بردیم این تاجی‌ها رو به قول بچه‌ها و سوراخشون کردیم. با احترام به تمام استقلالی عزیز که من خودم دوست استقلالی دارم، زیادم دارم، دوستشون هم دارم
دیگه کریه دیگه، تو فوتبال کری خونده میشه، گفته میشه. و دمشون گرم، خستم نباشید، ممنونیم از همشون. انشالله امیدوار نگر لاغت تو هفته آخر ما رو امیدوار، اگه هم قهرمان نشدن لاغت تو هفته آخر امید داشته باشیم، همین لذت اینی که قهرمان میشیم و نمیشیم رو داشته باشیم. بعدش هم که همین دیگه اتفاقایی که بعدش که میگم چیز خاصی دیگه نبود و خوشحالی و دست دادن و تبریک به هم دیگه و انشالله خدا برد و قبول کنه از بچه ها و ما پرچم فسپوس همیشه بالا باشه دیگه، دستشون درد نکنه. ممنون از شما که وقت گذاشتید و با حس خوبتون به ما منتقل کردید و ما تونستیم چند لحظه وقتتون رو بگیریم و گوشهای زیبایتون رو یه خود خراش بدیم. دمتون گرم، شبتون بخیر، خداحافظ.